تراز لیزری بسازی، یه تیکه آینه، آرمیچر، یه تای خودکار بیک میچینی، تای خودکار رو با چسب قطره پشت آینه نصب میکنی به این صورت. خود آرمیچر رو با چسب حرارتی جلو یه تیکه چوب 10 سانتی 4x4 نصب میکنی، یه جا باتری و یه سویچ با چسب حرارتی به هم دیگه متصلش میکنی، سیم کشیات انجام میدی، دوباره با چسب حرارتی بغل تیکه چوب 10 سانتی خوبم پرداخت نشده جای زیرندم روشه، سیم کشی‌ها رو انجام میدی، یه پایه روی چوب نصب میکنی، این برای جای چراغ قوه لیزریه، پشتش یه سوراخ میکنی، یه مهره قرار میدی، با چسب قطره‌ای نصب میکنی، برای زمانی است که رو سپایه میخواد نصب بشه، باتری رو سوار میکنی، چراغ قوه لیزری رو میذاری، چراغ قوه رو روشن میکنی. یه آبتراز هم میخواد، آبتراز هم روش نصب میکنی، برای تراز کردن روی سپایه قرارش میدی، چراغ قوه و آرمیچر رو روشن میکنی، به همین سادگی میبینی خط تراز به زیبایی برات میندازه. اگر بخوای به صورت عمودی قرار بدی هم یا آب تراز به صورت افقی دوباره هم نیازه. مخلصیم آقا.